بهترین جایگزین چت جی پی تی برای تغییر در تصاویر چیه و چطوری میتونیم عکسمون رو با هوش مصنوعی تغییر بدیم بدون اینکه صورتمون تغییر کنه. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من مصطفی ام و قطعا اینجا مثل همیشه موبیکسه. امروز که نه دیروز یه هوش مصنوعی معرفی شد از سمت گوگل به اسم نانو بنانا. نمیدونم دیدید شنیدید راجبش یا نه، اما این هوش مصنوعی واقعا قدرتر از چت جی پی تی توی ادیت عکس و اینجا گوگل اومد قدرت خودش رو نشون داد. این هوش مصنوعی بچه‌ها به راحتی میتونه هر تغییری که شما دوست دارید داخل تصاویرتون ایجاد کنه، اونم بدون اینکه تغییر خاصی داخل جزئیات صورتتون ایجاد بشه و به شدت دقیقه خیلی درک خوبی داره از جملاتی که بهش میگی و تغییراتی که ایجاد میکنه خیلی ریل و طبیعیه. و جالبتر این که شما میتونی عکس بهش بدی، چند تا عکس رو بیاد با هم دیگه ادغام کنه و یه دونه عکسش کنه. مثلا یه دونه تیشرت داری، شما میخوای اینو بگی که هوش مصنوعی بیاد تن مدلت کنه، خب به راحتی کاملا طبیعی این کارو مجانی برات انجام میده. خیلی خفنه، من واقعا هیجان دارم برای استفاده ازش. یکی دو بار تستش کردم اما گفتم سریعا بیام به شما معرفیش کنم، شما هم ازش استفاده کنید. قبل ادامه دادن قبل اینکه بریم سراغ آموزشمون، مثل همیشه دو تا نکته خیلی مهم میخوام بگم. نکته اول اینکه ما داریم آموزش رو با استفاده از پی سی یا کامپیوتر میریم جلو، به خاطر اینکه ضبط کردن و رکورد کردنش ساده تره، اما تمام این مراحل شما میتونید داخل موبایل خودتون یا هر دیوایس دیگه ای که دارید پیش برید و اصلاً اینطوری نیستش که فرق کنه مراحلش. نکته دوم که از اولی هم مهمتره، یه راه کاملا مجانی و رایگان وجود داره که شما میتونید از من حمایت کنید. اونم چیزی نیست جز اینکه این ویدیو رو لایک کنی و یه کامنت انگلیسی برام بذاری. با این کار کلی ازم حمایت میکنی و باعث میشه که انگیزه بگیرم و بتونم برات ویدیوهای بیشتر و بهتری تولید کنم. قطعا میدونید که تولید کردن ویدیو یوتیوب طولانی، اونم آموزشی، هزینه بر و در کنار هزینه بر خیلی زمان بره. مرسی از اینکه همراه منید. بریم سراغ آموزشمون. خب بچه‌ها، انجام این تغییرات با هوش مصنوعی جمنای گوگل انجام میشه و برای اینکه شما بتونید داخل تصاویرتون تغییرات ایجاد کنید نیازی که شما با آی پی غیر ایران واردش بشید. مثلا با استفاده از آی پی آمریکا واردش بشید که بدون محدودیت بتونید بهش دسترسی داشته باشید. الان من با سرور فکر می‌کنم آلمان اومدم و اوکی، هیچ مشکلی نداره. خب زمانی که شما واردش میشید با یه چنین صفحه‌ای روبرو میشید که قطعا شما آشنایی دارید باش و حالا ما باید یه عکس بهش بدیم. عکسی که بچه‌ها ما می‌خوایم داخلش تغییرات باش ایجاد کنیم چنین عکسی. این عکس خود منه. می‌خوایم مثلا موهامو فر کنیم، می‌خوایم لباسمو عوض کنیم، اصلا فضاشو تغییر بدیم و اینجور چیزا. خب میایم این عکس رو در مرحله اول آپلود می‌کنیم داخلش و بعد از اینکه عکس شما آپلود بشه به راحتی میتونید بیاین پایین بهش بگین که چه کاری انجام بده. مثلا من میگم موهای من رو فرفری و بلند کن. اینو می‌نویسم و براش میفرستم. یه مقدار که بهش زمان بدی واسه تغییرات رو ایجاد میکنه و عکس رو میده بهت. جالبه، محدودیتش خیلی کمتر از چت جی پی تیه و نکته مهمتر این که خیلی سریعه. یعنی شما داخل چت جی پی تی وقتی میخوای یه تصویر رو تغییر بدی پیر میشی، اما اینجا خیلی سریع. نگاه کن، خیلی قشنگ درک کرد. صورت من اگه دقت کنید هیچ تغییراتی داخلش ایجاد نکرد و موهام فرفری بلند کرد. اصلا البته بهم نمیاد. موهام مثلا اومدم اینجا من با این هوش مصنوعی به راحتی تغییر دادم. حالا میخوام بهش چی بگم؟ من یه دونه عکس موتور دانلود کردم بچه‌ها. خب این عکس موتور یه هوندا 125 میخوام بهش بدم. البته بذارین قبلش تیشرت خودم هم عوض کنم. بذارین بهش بگم که یک پیراهن طرح هوایی به تن من کن. مثلا نگاه کن، به زبون خودم هم دارم می‌نویسم، خیلی ساده به زبون عامیانه خودت میای واسش می‌نویسی و ارسال می‌کنی، تو کسری از ثانیه برات اصلاحات رو انجام میده. حالا میریم در ادامه کاربردهای دیگه‌ش هم به شما قطعاً توضیح میدم. نگاه کن، اومد خیلی قشنگ پیراهن طرح هوایی تن من کرد با موهای بلند قشنگ اصلا خیابونی شد استایل. و حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ گفتم بهتون می‌خوایم عکس منو بندازیم پشت این موتوره، انگار نشستم روی این موتور. میام این عکس رو بهش میدم. خب بچه‌ها ببخشید من ویدیوی خورده به مشکل خورد، دوباره بعد بیایم پرامپت بنویسیم. میایم چیکار میکنیم؟ عکس موتور رو که آپلود کردیم، این تصویر ما، اینم عکس موتور. اینجا میایم خیلی ساده براش مینویسیم که انگار مرد سوار بر موتور داخل تصویر
پیوست شده است. اینجوری می‌نویسیم و براش ارسال می‌کنیم و صبر می‌کنیم که ببینیم این کار برای ما انجام میده یا نه. بهتره که تصاویر رو توی یک فایل براش بفرستید، اینجوری درک بهتری ازش داره. اما خب این کار هم ما انجام میدیم، تستش کنیم ببینیم چطوری میشه. نکته مهمی که هستش، بذارین اول عکس رو ببینیم. اینجا به جای اینکه من سوار کنه اومد کنار این موتور قرارم دادش و علتش هم میدونم، حالا با هم دیگه اصلاحش میکنیم. بذارین یه نکته بهتون بگم. نگاه کنید بچه‌ها، قابلیتی که داره، شما میتونید تصویر اضافه کنید به چتتون و بگین مثلا این لباس رو تنش کنید یا این موتور سوار بر این موتور بشه. برای این بیشتر استفاده میشه که شما یه محصولی داری، مثلا یه دفترچه داری، خب حالا میتونی به راحتی این دفترچه رو بگی که بده مثلا دست یک بازیگر معروف، میتونی بگی که اینو داخل یه فضای خیلی فانتزی و خفن بذاره واسط، خیلی خوشگل یک عکس فوق‌العاده از پروداکتی که داری بسازه. میدونی کاربردش اینه، اما ما داریم به صورت فان انجام میدیم با هم دیگه که ببینید چه کاربردهایی داره و پس فقط برای کارهای خنده‌دار و تغییر توی تصاویرتون ازش، تصاویر شخصیتون ازش استفاده نکنید، برای فان ازش استفاده نکنید، ازش پول در بیارید. سعی کنید راههایی پیدا کنید که بتونید از این هوش مصنوعی کسب درآمد کنید. و این تصویر رو ما میگیم که تصویر را کاملا بازسازی کن و مرد در حال رانندگی با موتور در تهران باشه. مثلا ما اینجوری واسش می‌نویسیم که کامل نگاه کن، هر چقدر پرامپت با جزئیات تر باشه قطعاً پاسخ بهتری بهمون میده. و میبینید که اینجا ما یه پرامپت بد بهش دادیم و یک تصویر بد به ما تحویل داد. زمانی که پرامپت رو کامل تر کنیم احتمالاً الان تصویر بهتری بهمون میده و تصویری که بهمون داده الان میبینید که داخل تهرانه، ولی نمیدونم که چرا اینجوری سوار موتور کرده من. اما جزئیات جالبه، میبینید که ماشین هایی که قرار داده اینجا پیژوه، حالا پیژو رو کاملا شبیه به پیژو، تاکسی ها زرد و سبزن شبیه به تهران، تابلوها همینطور و جزئیاتی که داره داخل تصاویر فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. و این بود از آموزش استفاده از این. اما میخوایم بریم سراغ یک کاربرد دیگه‌اش. بذارین میخوایم که با هم دیگه بریم سراغ این که یک مدل رو میذاریم، یه تصویر بهش میدیم و یک پروداکت، یه تیشرت هم بهش میدیم که میگیم که این تیشرت رو تن این انسان یا تن این مدل کن. حالا با هم دیگه میریم اینو تستش میکنیم و نتیجهش هم با هم دیگه میبینیم. خب ما دو تا عکس از قبل آماده کرده بودیم که این دو تا عکس رو میدیم به جمینای. دو تا تصویره، یکی تصویر مدل هستش که اینجا میتونیم ببینین، بذارید من ببینم بازش میتونم بکنم. آره خب این تصویر مدل ما هستش و یه تصویر دیگه هم داریم از یک پیراهن. من میخوام این پیراهن رو تن این مدل بکنم که اینجا گذاشتم، پس میام دو تا تصویر رو به هوش مصنوعی میدم و بهش میگم که پیراهن را تن مدل مرد کن و جزئیات را کاملا حفظ کن. بذارین بفرستیم و با هم دیگه تستش کنیم ببینیم چه نتیجه‌ای داره. پرامپت همچنان پرامپت ساده و کوتاهی، قطعا با پرامپت های کامل و پرامپت های جیسون شما میتونید نتیجه های خیلی بهتری بگیرید. اما خب این ویدیو صرفا ویدیوی معرفی هستش و قرار با هم دیگه تست و بررسیش کنیم توی سطح متوسط رو به پایین و میبینید که چقدر قشنگ اومدش. این پیراهن رو اگه باز کرد اینترنت اینقدر ضعیفه امروز، این پیراهن رو اومد تن مدل ما کرد همونجور که میبینید و واقعا با جزئیات و با دقت این کار برای ما انجام داده. من اینو تست کردم و زمانی که چنین تصاویر رو شما قرار بدی واقعا روی فروش تاثیر گذاره. همونجور که میبینید حتی یقه پیراهنش بازه، اومده اینجا همین رو با جزئیات حفظ کرده و بی‌نظیره. امیدوارم که این وبسایت به درتون بخوره و این آموزش به کارتون بیاد. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. هر کسی که واقعا تا اینجا دیده دمش گرمه و لایک یادتون نره. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشید. نظر، سوال یا هر چیز دیگه ای بود داخل کامنت ها بگید. سعی میکنم به تک تکش خیلی زود جواب بدم. ممنونم. تا این ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.